دور سوم به خود ولایتی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت امروز در وضعیت تنتنوی در خطابخانه ولایتی عمومی به نام تاجخواجه اسیری مرکزی ولایت آغاز گردید. ضمن سخنرانی معاون رئیس ولایت اظهار داشت که محض با اقدام و سرپرستی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال پنجم است که آزمون مذکور در سطح بلند با مقصد عملی سازی 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف که سالهای 2020-2040 اعلام کرده شده است برگزار کرده می شود. آزمون با مقصد رشد تفکر تکنیکی، ترغیب جهانبینی علمی، دسترسی پیدا کردن به تکنیک و تکنولوژی، توسعه اختراعکاری و نوآوری، پیوست علم با استحصالات، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه به آموزش فن‌های ریاضی دقیق و طبیعی، همچنین دریافت و معرفی استعدادهای نو عملی کرده می شود. طبق معلومات پیشنهاد گردیده در دور اولی آزمون 69331 نفر داوطلبان شرکت ورزیده، به دور ناحیوی 10611 نفر و به دور ولایتی 1439 نفر اشتراکداران را خط گرفتند. یعنی طی 3 روز من بعد بهترین ها برای برآمدن به دور جمهوری از روی 8 نومیناسیون قوه آزمایی خواهند کرد. پیش از همه امیر قید کردنی هستم که در دوره‌های اول سالهای اول البته اشتراک خوانندگان کمتر بود و ما دیده ایستادیم که سال تا سال شماره اونها افزوده ایستاده است. این سال باز من یک نویگری دیگر شد که از طرف پیشوای معظم ملت هم مبلغی برای جایزه 2 برابر زیاد کرده شد. شخصانی که جای یکم گرفتن سال گذشته 35000 بود، امسال به 70 رسانیدن و بغیر از این یک نویناسیون دیگر ذهن سازی و ساختن برنامه‌سازی هم وارد کرده شد. روز اولی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شکل نو یعنی لیسه‌ها، گیمنازی‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی پرزیدنتی و خصوصی، روز دوم خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و روز سوم دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه که به دور ولایتی آزمون را خط گرفتند اشتراک و قوه عقلانی و ذهنی خود را به حکمان معرفی خواهند کرد. آزمون مذکور با مقصد رشد تفکری تکنیکی خوانندگان و دانشجویان عموما تمام قشر جامعه بخشیده به اعلان گردیدن 20 ساله آموزش و رشد فن‌های دقیق سالهای 2020-2040 گذرانده می شود. جهتی در سطح ضروری تشکیل و برگزار نمودن دور ولایتی آزمون در کتابخانه عمومی به نام تاجخواجه اسیری تمام شرایط‌های ضروری مهیا گردیده است. خوانندگان و دانشجویان می توانند در صنفخانه‌های برهوا با تجهیزات‌های زمانوی برآمدی خود را نموده مهارت و ملکه خود را در نزد حکمان معرفی نمایند. طوری که ذکر کردیم آزمون علم فروغ معرفت از روی 8 نومیناسیون یعنی گیوگرافیا، شیمی، فیزیک، بیولوژی، تکنولوژی اطلاعاتی، اختراعکاری و نوآوری، ذهن صنعی و برنامه‌سازی دایر گردیده بهترین ها در دور نهایی آن که غالبان را در میقات جمهوری معین می‌نماید شرکت خواهند کرد. یادآور میشیم که طبق نظامنامه آزمون غالبان جایهای یکم، دوم و سوم در دور چهارم که ماه اکتبر برگزار می‌گردد اشتراک می‌کنند. باید تذکر داد که سال از سال صف اشتراکداران آزمون جمهوری علم فروغ معرفت بیشتر، توجه خوانندگان و دیگر قشرهای جامعه به آن زیادتر، ذخیره ذهنی و عقلانی مملکت فراختر و دایره اختراعکاران و نوآوران وسیع‌تر می‌گردد.